ولتاژ اسمی، توان اسمی. بیاین یک بار برای همیشه تکلیفشون رو معلوم کنیم. ولتاژ اسمی یعنی ولتاژ مناسبی که کارخونه روی وسیله برقی نوشته. توان اسمی یعنی همون توان خروجی مناسبی که وسیله برقی قراره بهمون بده که اینم کارخونه روش مینویسه. حالا همه اینا یعنی چی؟ یا کنید ولتاژی که ما به دستگاه وصل می‌کنیم میتونه اسمی باشه، میتونه نباشه. یعنی ما میتونیم وسیله برقیمون رو به هر ولتاژی که دلمون خواست وصل کنیم. طبیعتاً اونم کاری از دستش برنمیاد. حالا اما اگه وسیله برقی رو به ولتاژ غیر اسمی وصل کنیم، دیگه نباید انتظار اینو داشته باشیم که وسیله برقیمون هم بهترین عملکرد خودش رو داشته باشه. همه این حرفا یعنی این وسیله برقی با زبان بی زبانی داره بهت میگه که اگه میخوای من برات بهترین عملکردم رو داشته باشم که میشه همون توان اسمی، خواهشاً من رو به ولتاژ اسمی وصل کن. در کل اگر ولتاژ یک دستگاه اسمی نباشه، توان مصرفی اون یا توان خروجی مفید اون هم اسمی نخواهد بود. مثل مواقعی که برق خونه ضعیف میشه که دهه 60 عزیز خاطرهای زیادی باش دارن.